عزیزانم سلام. من مهدی عربزاده یکتا هستم، مشاور مدرس توی حوزه تحول دیجیتال و حکمرانی دیجیتال و بخش هوشمندسازی صنایع. خب جاهای مختلف تدریس میکنم، از جمله تدریس هوش مصنوعی برای صنایع و کاربردهایی که تو حوزه های کسب و کار، بازاریابی و بخش های مختلف صنعتی میتونید داشته باشید. خدمتتون عرض بکنم که یک کلاس خوبی داشتیم با عزیزانم دوستانم توی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان. تصمیم گرفتیم که یک داشبورد هوشمند پاهش سلامت شغلی ایجاد بکنیم، کنارش یک نسخه تصمیم یار زنده که وقتی یک پزشک بیاد میشینه که پرونده سلامت بنده این نوعی مثلا مهدی عربزاده یکتا رو نگاه بکنه، ببینه که چه گذشته و توی سطح توصیه نامه بر اساس تصمیم هایی که تصمیم یار هم بهش میگه بهترین توصیه رو برای این شخص داشته باشه. خب با کمک برنامه‌نویسی پایتون یه داشبورد ایجاد کردیم و توی نمای کلی همونطور که ملاحظه میکنید آخرین داده هایی که میتونست به نمایش در بیاد رو حالا حسب سلیقه‌ای که بر اساس سلیقه کارفرما بود اینجا به نمایش درآوردیم. میتونه خیلی اطلاعات بیشتر با کیفیت ویژوالایزیشن بهتر یا بصری‌سازی بهتر ایجاد بشه، حالا در حد یک تمرین کلاسی با یک UI UX ابتدایی برای فهم موضوع، این که ما چطوری تو قابلیت کدنویسی کمک هوش مصنوعی میتونیم داشبوردهای از این دست طراحی بکنیم و به یک اتوماسیون متصلش بکنیم. پرونده فردی ایشون با مشخصاتش، روند شاخصایی که روی BMI رشد داشته، به عنوان مثال ترندش رو دیده، پزشک داره دونه دونه این تب‌ها رو میره، آزمایش‌های این فرد رو نگاه میکنه، فیلتر داره، میتونه آزمایش‌های مختلفی که توی دیتابیس هستش رو بره بخونه، خانش بکنه. بهش یه نقشه ریسک میده که وضعیت بخش‌های حاد و پر ریسک مثل قلبی، عروقی و متابولیک رو بهشون پیشنهاد و توصیه میکنه که پزشک با دقت بیشتری بره بررسی‌های خودش انجام بده. حتی توصیه‌ای برای تناسب شغلی ها اینجا ایجاد میشه. توصیه نامه نهایی یک چیزی میتونه مثل این باشه که گزارش پزشک بشه که مهر بشه، ارسال بشه، اما قبل از اینکه پزشک بیاد این توصیه نامه رو انجام بده میره توی بخش تصمیم یار. قسمت تصمیم یار پزشک وقتی که میره، ما اومدیم اونور چیکار کردیم؟ یه باتی رو طراحی کردیم به کمک تلگرام روی برنامه اتوماسیون سازی انیتن. بات تلگرامی به یه LLM وصل میشه، یه سری پرامپت های آماده و دستورالعمل هایی نوشتیم که چطوری این پرسش و پاسخ ها رو هدایت بکنه، خروجی هاش رو به اون فرد روی دیتابیس و برای داشبورد ما آماده کنه. یه نمونهش رو نگاه بکنیم. میریم تو محیط اکزیکیوشن، میگم که خب من آزمایش های خودم را بهت بدهم، میتوانی بررسی کنی. سوال پیش پا افتاده و ابتدایی میبینیم که اینجا جریان کاری ما راه میشه، از LLM خروجیش رو میگیره و به جاهای مختلف که یک پاسخ به خود اون فرده روی دیتابیس و برای داشبورد هم ارسال میکنه. اینجا روی دیتابیس گوگل که بریم میبینیم که آخرین داده که دیتابیس ما اینجا باشه که من بهش گفتم خب میتونم یه آزمایش رو بهت بدم، میبینیم که اینجا شکل گرفته. توی دیتابیس ما بخش‌های خیلی زیادی رو طراحی کردیم، جایی که مثلا اگه قرار باشه بعداً توی فالوآپ های متعددی که میتونه اتفاق بیفته، خروجی های خیلی خوبی روی داشبورد برای توصیه لازم به پزشک باشه. مثلا توی چه سطح این فرد پیگیری کرده، سطح پیگیریش بالا بوده، ول کرده، سوال پرسیده، چی کارا کرده، درخواست به اصطلاح پزشکی داده، درخواست مثلا شناسایی فاکتورهای به اصطلاح خونش بوده. ببین مثلا اینجا آخرین ریکورد جنسش بر اساس فهمی که
ایجاد شد. جنسش مثلا جنس سوال پرسشی مرتبط به لابراتواری میتونه باشه و اینجا خب این ریکورد رو ایجاد کرده. خب همه اینها ثبت شد، یک پاسخی برای خود فرد اومده. یه متاسفانه نمیتونم آزمایش رو به طور قطعی بررسی کنم، میتونم تو زمینه پایش و ارجاع به پزشک بهت کمک بکنم. خب این بخشی بوده که از اون سلسله مراتب قواعد و دستورالعمل‌هایی که ما توی نوع سطح تعامل بین بات هوشمند و LLM ایجاد کردیم. یک نکاتی رو در نظر گرفتیم که در عین حال که راهنمایی میکنه اما راهنمایی ها هم هدفمند باشه. اینجا هم که پزشک در نهایت میاد روی داشبورد، کافیه که یک بروز رسانی بزنه، نگاه میکنه میبینه که آره مثلا توی یه هفته گذشتهشون مثلا یکی دو تا سه تا چند تا محاوره دیگه داشته، میبینیم که آخرین محاورهش آپدیت شد. بر اساس تمام محاوره هایی که اتفاق افتاده میاد تحلیل های قابل اقدام رو برای اون پزشک به عنوان یک منبع تحلیلی اینجا به روز رسانی میکنه. میگه پزشک یک در واقع شناختی بر اساس پرونده سلامت و آزمایش و توصیه‌ای که دستیار هوشمند میگه داشته باشه، در عین حال که خب هر اون چیزی که توی توصیه نامه های پویا ناشی از گفتگو با اون فرد توی مثلا چت تلگرامی داشته. به علاوه پس پرونده سلامتش می‌بینیم که اینجا هم به عنوان باز دوباره یک توصیه نامه برای پزشک جمع‌بندی و به‌روز رسانی میشه. حتی اگه پزشک بخواد لاگای محاوراتش رو نگاه بکنه که ببینید تا چه سطح مثلا رفته، می‌بینیم که اینجا همه اونها دوباره به نمایش در اومده. خب عزیزانم، اگه از این دست آموزش‌ها براتون مفید، دوست دارید توی کارکلاس صنعت خودتون، حالا بخش بازاریابی، فروش، منابع انسانی، HSE، عملیات تولید، احتیاج به این دارید که بر خودتون طراحی داشبورد بکنید، طراحی اتوماسیون بکنید. خب اینا اتوماسیون های سبک و ساده هستن که صرفا با یک LLM کار میکنن، اما ایجنت های بسیار قدرتمند با ورودی خروجی های مختلف میتونه پشت اینها بشینه. منتظرتون هستم، با من در تماس باشین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.